ما همه میفهمیم ریشه ما و شما هر سه کشور حوزه فارسی زبانان یک ریشه خیلی مستحکم است. البته مرزها و جغرافیاها ما را از هم جدا کرده نمیتونه، چون که چیزی که ما می نویسیم با هم میگیریم، با هم گریه میکنیم و با هم خوشی ها را تجلیل میکنیم و یگانه چیزی که امی غنیمت های فرهنگی ماست که ما و شما را با هم وصل میسازه و ما میتونیم که امو البته میراث فرهنگی ما را سینه به سینه نسل های بعدی، مخصوصا که در مهاجرت هستیم، ما بر اولادای ما برشان به میراث بگذاریم و تجلیل همچون برنامه های فرهنگی چه در حوزه شعری باشه یا فرهنگی باشه برای ما و شما خیلی ضروری است که با هم به خاطر همریشه بودن ما باید که وصل باشیم و به خاطر غنی سازی داشته های فرهنگی ما، مخصوصا ما جوان ها خیلی کوشش کنیم که تا این غنا را همیشه مثل که از قدیم ها مانده، پارسی چون درخشنده بوده، یک زبان البته امپراتوری بزرگ بوده، ما را بتانیم که قسم که پیشتر گفتم در آینده هم برای فرزندان ما به میراث بگذاریم.